سلام دوستان، بیاین مدل آستین رو بهتون آموزش بدم. آستین رو طبق هر متدی که کار میکنیم برش میزنیم به پهنای مچ 10 الی 20 سانتی متر اضافه میکنیم، بستگی داره که چه مقدار بخواین چین بخوره. دور دیو چرخ درش چرخ میکنیم و به این صورت مثل من چین میدیم و داره قسمت مچی مستطیلی به ابعاد 8 تا 10 سانتی متر 12 سانتی متر بستگی به پهنای مچ هستی که شما میخواین و به طول قد دور تا دور مچ به اضافه قسمتی که جا دکمه میخوره. من برای این مچی 8 سانتی متر در نظر گرفتم. هر 1 سانت این طرف و 1 سانت این طرف حق درز گذاشتم. به این صورت میتونیم کل مچ رو لایه بزنیم. میتونیم فقط قسمت جلو همون پهنایی که مد نظرمون هستی که اینجا من 4 انتخاب کردم، میتونید قسمت رو از وسط اتو بزنید و این قسمت لایه بچسبونید. به این صورت دور مچ رو دوخت میزنیم و برمیگردیم و اتو میزنیم. حالا برای نصب آستین، برای دوخت این مچی 1 الی 2 میل از آستین اصلی که به مچ میخوام وصل کنیم بهش فاصله میدیم و به این صورت دور تا دور مچ رو سنجاق میزنیم. بریم برای مرحله دوخت. دور تا دور مچ رو دوستان به این صورت دوخت زدم. حالا میریم برای قسمت روی آستین. درز رو وصل میکنیم به این صورت و چرخ میکنیم. همینجور آستین تمیز. دوید چه متر تمیزی شد. این از آموزش امروز ما.